سلام از عطر گل یاس در لفافه از عشق و امید. نثاری تک تک شما دوستای عزیز که ما را از چنل یوتیوب رسانه جوان تماشا میکنید. دوستای عزیز، امروز آمدیم در شهر خداوندگار ولایت بلخ، جایی که مهد تمدن و ورزش است. دوستان از قسمت که خودتان میبینید، امروز موتورهای ورزشی موتور اسپورت در این قسمت بسیار زیاد است و بسیار نمایش‌های زیادی برگزار میشه، از جمله تیم پارکور، تیم های ورزشی کلگیشان. ان شاء الله که ما را تعقیب بکنید و به ادامه ویدیو سلامت باشید. فعلا ما در کنار ما یکی از شخصیت‌های برجسته ورزش‌های افغانستان داریم. می‌خوایم ازشان که یک بار راجع به خودشان و برنامه‌شان برای ما معلومات دارن بکنند. به نام خداوند منان سلام تقدیم می‌کنم خدمت شما و خدمت تمام بیننده‌های شما. رشاد اکبری هستم، سکرتر جنرال موتور اسپورت ولایت بلخ و تشکر می‌کنم از اینکه امروز در برنامه ما شما حضور پیدا کردید. فرمان شما محترم، زنده و سلامت باشین. استاد عزیز اکبر صاحب گل، می‌خواستم یک چند سوال کوچک ازتان بخوایم. میشه که یک معلومات بدین راجع به موتور اسپورت هایی که در اینجا تشریف دارن و قسمی که دیده میشه. دوستان عزیز خودتان میتونن مشاهده بکنین. البته موتور اسپورت در ولایت بلخ حدوداً 3 ماه میشه که رسما فعالیت‌های خود آغاز کردن و قوانین موتور اسپورت قسمی میباشه، قسمی که شما 2 سال تصویر میبینید، میدان را که میبینید، یگانه برنامه‌ای که ما میگیریم همین گزینه‌ای را که داریم، همین موقعی که برای ما فعلا مسائل است، در این مکان درافتینگ داریم. درافتینگ یکی از قانون‌های موتور اسپورت است که مکمل یک موقع در یک محوطه را قرار میتن و بالاخره درافت میکنن و موتور تاو میتن که یکی از برجسته ترین قوانین موتور اسپورت در جهان میباشه که خوشبختانه خیلی جوانان فعلا بنابر ذوق علایقی که داشتن فعلا تصمیم گرفتن که فعلا در موتور اسپورت بپیوندن و همین قوانین ما امروز تعداد از جوانای کثیر از جوانان را با موتوراشون امروز دعوت کردیم که یک نمایشات فوق العاده عالی جذاب بر شما با نمایش میگذاره. و اون موتور بلند که میبینید یک قانون دیگه ما البته در قانون موتور اسپورت آفرود میباشه. آفرود موتورهای صحرایی است که باز او فی الحال به نمایش آمده. ان شاء الله تعالی در آینده ها بعض برنامه‌ای که داریم بعضا سخت نوردی و موتورهای خود در فضای باز میبریم که نوعیت دوم از مسابقات برای شما باز اونجا یادآور خواهد شد. قربان شما، زنده و سلامت باشین. واقعا امروز خوشحال هستم در کنار همچون شخصیت اکبر صاحب هستم، چون به خاطر ورزش افغانستان خاص ولایت بلخ کوشش بسای کردن. استاد عزیز میشه برای ما یک ژرف معلومات بدین که هدف از برگزاری همچون مسابقات چی است؟ ذوق علاقه از جوانان و ما میفهمیم که خیلی از جوانان، تعداد کثیر از جوانان در افغانستان علاقه‌مند خاص موتور است و خیلی از دوستان توقع از این داره و علاقه از این داره که میخواد که مثلا موتورهای سپورتی داشته باشه. موتورهای سپورتی بچه‌ها تنها در ریس دارن، سر صدا کردن، مزاحمت‌های صوتی به مردم نیست. این طبق یک قانون خاصی که فعلا در افغانستان قرار است که پیاده شود که خوشبختانه در ولایت بلخ هم یک برنامه فعلا جریان داره. این است که یک منطقه را قرار میدیم و بالاخره بعضی از نمایشات خوب عالی را برگزار میکنیم که ما بنابر این که فعلا جوانان علاقمند خاص از موتور اسپورت بودن، ما حدوداً 2 هفته بعد در مزار شریفی برنامه را راه اندازی میکنیم که در مرور زمان احتمال زیاد داره. ما البته با وجود اینکه خیلی کسا رو دعوت نکردیم، بسیار کسا علاقمند بودن که در برنامه تشریف بیارن، اما سلسله مراتب در آینده ها ما اطمینان از این داریم که از دیگه ولایت‌ها امکان داره که بیاین به موتور اسپورت از نزدیک ببینن نمایشات فوق العاده عالی ما را. بسیار خوب، ماشاءالله. واقعا اهدافشان خیلی بزرگ است. امیدوار هستم خدا جل جلاله یار به هدف نیکشان برسانه. استاد عزیز میشه که برای ما بگید که نمایشگاه شما دقیقاً بر اساس چی است؟ بر اساس خود نمایشگاه ما بر اساس از قوانین موتور اسپورت در جهان، البته قانون موتور اسپورت قسمی میباشه که بعضی نمایشات رمی داشته باشه که یکی از قوانوناش به نام درافتینگ میگه که طراحی خود موتور است. یک منطقه یک محوطه را به خود قرار میتن و موتور مکمل دوران میده که یکی از قوانین خیلی سختش است و این از نمایشات فوق العاده است که در جهان خیلی علاقمند خود زیاد داره و خوشبختانه در افغانستان فعلا خیلی جوان علاقمند از این داشتن و ما بنابر امکاناتی که داشتیم این قانون درافتینگ یا قانون طراحی موتور راه سپورتی را فعلا راه اندازی کردیم. یعنی ما فعلا امروزی که در اینجا دوستان همراه ما هستن همچون برنامه‌ای داریم بدون شک و دقایق بعد با شور هیجان میتونن دوستا موتور درافتینگ از نزدیک ببینن. دوستان عزیز قسمی که خودتان هم دیدین منتظر باشین، چون برنامه ما بسیار دقیق است، بسیار زیاد عالی و بسیار زیاد جذاب است. استاد عزیز بسیار زیاد خوش شدم. شما سلامت باشید. بخیر سلامت باشید. قربان شما. دوستان عزیز قبل از اینکه ویدیو رو تماشا کنید چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین و علاوه زنگوله فشار بدید تا از اولی کسایی باشین که ویدیو ما رو تماشا بکنن. با ادامه ویدیو همراه ما باشید. استاد عزیز خب میشه که درباره موتور فوق العاده خفن یک بار برام معلومات بدید؟ این موتور بعدا نیسان پترول است، 2005
5 مدلش از اگر می‌دیدم بلند جورش کردیم به خاطر محترم مسابقات افراد. خب بسیار خوب ماشاءالله موفق باشین. خب چند سال میشه که شما در این راستا هستین و خدمت میکنین به ورزش افغانستان؟ در ورزش افغانستان خب ما مدت کم میشه که اشتراک کردیم در موتورسپورت افغانستان ولی مدت زیاد وقت میشه که پیش ما است و در موتورسپورت که 2 ماه 3 ماه شاید شود که ما اشتراک کردیم در این برنامه دیگه مدت زیاد وقت میشه که پیش ما است. خب بسیار خوب. قسمی که خودتان امروز نمایشگاه است و هدفتان دقیق از برگزاری همچنین مسابقات چی است و آیا خوش هستین به قسم مسابقات که مثلا برای جوانان در همیشه که چون به خاطر رشد ورزش افغانستان ورزشی است برنامه بسیار خوب است که محترم با تشویق شود محترم توجه کنند ان شاء الله بسیار پیش بره این برنامه رسمی شود ان شاء الله بسیار خوب است و محترم رشته بسیار خوب است بسیار رشته است که بسیار برای جان رشته سپورتی محترم است دیگه ان شاء الله خوب است که محترم تشویق شوند به اشتراک کنند در این برنامه بسیار خوب است. قربان شما زنده و سلامت باشین. خوش شده موفق باشین. تشکر سلامت باشید. تو این سالا دیگر اشتباهی دستم برمی اومد و کردم کم نه چند سال شبت دستم در رفتم چند سال صبح گردن کج برگشتم خودم دل خودم رو میزدم پیشامون میزدم من که بدونی چقدر تو خودم چاقو کشیدم من هنوزم خیلی شبا خوابم نمیبرم تو فکر میکنی کیمون اون روزا که فقط خودم پیش خودم میمون خودم برای خودم شعراشو بلند میخوند خودم برای خودم نیرو کمکی بود کی موند وقتی اونقدر جفنگ بودم حتی تو چشمای خودم نگام نمیافتاد به مغ بده نظرم بفهمیم این شاگرد عاشق استاد به نصرا به در بودن اما بودم اومدم با پای خودم اومدم دورامو زدم اومدم بعد این همه سال رو برگردوندنم مرد شدم اومدم الان خودمم بایگونی ورقم و چاله یه گوشه درد و دله که دهنه گشاده منم اون پشت به دوربین همم این جانت بمرس شایه درخت تو پاکت ازش یه نخ میکشم وسط بیابون با قلمم یه درخت میکشم آدم ها چی کارا نمیکنن که یه وقتی دشن تا کام آخر سیگارو مثل یه سگ میکشم چیز جدید یاد گرفتم به هر سختی که خوردم بهش فکر نمیکنم کی میکنتت وقتی که مردم من شاشیدم به رابطه و عشقی که توشی حتی شک دارم وقتی که مردم تو مشکی بپوشی انقدر شعرام سیاهه میخواد شب زانو بزنه این قصدی که توش خاکی شده بدون تابوت منه من یه عاشقم با یه قایق رو اقیانوس که عالم آدم داد میزنن پارو بشده یه قفاسم که حتی زیر آبم برد باز با فکر و خیال تو خوابم برد انقدر موزیک دپه میشه با این آهنگ مرد ولی با این قلم یه چشم نابینا رنگ کن دووم آوردی هنو کلی راه هست نگو جوون مردی یه خط بین امید و ناامیدی انگار عبیرون میخندی ولی از درون مردی خودم خو همین ته باوره دستمو بگی با این که وقت ما کمه بی استفاده ترین چیز تو اقیانوس همین نخ آخره سوختم و یخ زده سوختنم یاد گرفتیم زخمای خودمون رو دوختنم آدم ها همه رومو خود توکنن انقدر سنگینه حتی یادت میره خوندنم برزخ ما رو ریپیت رو به رومو میگره کاری نداره پر شدی عین خودم بهتره عین خودم بگیرم زندگی و به تخمه بزن کوچه علی چپ بشین به فیلم تخمه عین خودم لش و لگی عین خودت بیستم منم عین خودت قفلی حتی عین خودت میشستم چشم به دیوار به دنیا یه نیشخند میزنم و میگم میشه این فرمونو بدیش ما بد نبودیم بلد بودیم دنیا ما رو نمیخورد ما تنگ بودیم اگه دریا بودیم که ماهیمون نمیمرد ما ساده بودیم نبودیم که روحمون نمیبرد ببره به چرخونه بعد بیای بگیم همش عشقا میخواد بیاد پایین دور و برو میپام همش بینی گرفته انگار روزی دوبار میچام فتمایی همه چی ما همه جا میذارم از همه آدم ها حتی در دافا بیزارم بغزه میخواد بشکنه خفته منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتیه و شکسته قلبم این تون میزنه بعد بینم و بی جنبه نمیفهمم فازش وقتی یکی میخنده فرهاد خسته شد از اینم کندم من نمیتونم مثل تو یار بیمعرفت شم داره واسه تو باز میزنه نستم سرما و گرد و غبارو میبره